داستان واقعی و خیلی هم زیبایی که در پاکستان رخ داده است. در یکی از شهرهای پاکستان پزشک و جراح مشهور به نام دکتر ایشان بود. روز برای احترام و قدردانی کردن از فعالیت‌های علمی پزشکی دکتر ایشان کنفرانسیه علمی برگزار می شود. دکتر ایشان برای شرکت کردن در این کنفرانسیه باید با هواپیما خودش را به آنجا می رساند. وی با سراسیمگی به فرودگاه می آید. بعد از پرواز کردن هواپیما ناگهان اعلام کردند که به خاطر وضعیت نابسامان آب و هوا و رعد و برق شدید یکی از محرک‌ها یعنی یکی از موتورهای هواپیما ویران شده است و هواپیما باید در نزدیکترین فرودگاه به زمین بشیند. بعد از نشستن هواپیما دکتر ایشان زود خودش را به دفتر اعلامات فرودگاه رساند و به آنها گفت: من یک پزشک متخصص جهانی هستم و هر دقیقه برای من برابر با جان خیلی انسانها است. شما میخواهید من در این فرودگاه 16 ساعت منتظر هواپیما بمانم؟ یکی از کارکنان گفت: جناب دکتر، اگر خیلی سراسیمه هستید میتوانید تاکسی بگیرید. ماشین شما را در 3 ساعت به شهری که باید بروید برده می رساند. دکتر ایشان کمی فکر کرد و پذیرفت. سوار بر تاکسی شد و به راهش ادامه داد. اما باز هم به خاطر وضعیت بد آب و هوا و رعد و برق شدید و بارش ژاله حرکت ماشین ناممکن گشت. هنوز راه طولانی در پیش بود. دکتر ایشان دیگر ناامید شده بود که به کنفرانسیه نمیتواند برسد. وی تصمیم گرفت که در یگان جا کمی استراحت کند. کلبه خردکک توجه دکتر را به خود جلب کرد. ماشین در کنار آن کلبه ایستاد. دکتر پیاده شد و در کلبه را زد. از درون خانه صدای پیرزن را شنید. تو کی هستی؟ مرحمت، درآ به خانه، در باز است. دکتر وارد شد و دید که پیرزن در آن کلبه زندگی می کند. دکتر از پیرزن خواست که اجازه دهد از تلفنش استفاده کند. پیرزن خنده کرد و گفت: ای بچه‌م، کدام تلفن؟ اینجا نه برق هست و نه تلفن. ولی شما مرحمت استراحت کنید و برای خودتان چای بریزید تا اینکه خستگی اتان برآید. کم غذا هم هست، بخورید تا اینکه قوت شود. دکتر از پیرزن تشکر کرد و مشغول خوردن شد. پیرزن باشد نماز می‌خواند و دعا می‌کرد. ناگهان دکتر متوجه شد که کودک به حرکت در گهواره‌ای که نزدیک پیرزن بود خوابیده است. پیرزن در بین نمازهایش گهگاه آن گهواره را می جنباند. پیرزن مدتی طولانی به نماز و دعا مشغول بود. دکتر به او گفت: ای مادر، به خدا من خجالت زده این همه لطف و کرم و اخلاق نیکوی شما شدم. امیدوارم که دعاهایتان مستجاب شود. پیرزن گفت: هیچ گپ نه بچم، شما رهگذر هستید، مسافر هستید. کسی هستید که خداوند به ما سپارش شما را کرده است. الحمدلله دعاهایم همه اش قبول شده اند بغیر از یک دعا. دکتر ایشان پرسید: چه خیلی دعا ای مادر؟ پیرزن گفت: این طفل معصومی که میبینید نبیره من است. نه پدر دارد و نه مادر. به یک بیماری سخت دچار می باشد که همه ای پزشکان ناحیه ما از درمان آن عاجز شده اند. به من گفتند که یک پزشک جراح بزرگ به نام دکتر ایشان هست که او می تواند این کسلی را درمان کند. ولی دکتر ایشان خیلی از ما دور است و دسترسی به او مشکل می باشد و من هم نمی توانم این بچه را پیش او ببرم.
می ترسم این طفل بیچاره و مسکین خوار و گرفتار شود. بنابراین از الله تعالی خواستم که کارم را آسان کند. دکتر ایشان در حالی که گریه می کرد گفت: به خدا قسم که دعای شما هواپیما را از کار انداخت و سبب رعد و برقها شد و آسمان را به باریدن مجبور کرد تا اینکه من را که دکتر ایشان هستم به سوی شما بکشاند. قسم میخورم من هرگز باور نداشتم که الله عزوجل با یک دعای اینچنین سببها را برای بندگان مؤمنش مهیا میکند و به سوی آنها روانه میگرداند.